به حکومت الکترونیک گذاشتن مشخصا وزارت فرهنگ چیکارها رو کرد و وزارت فرهنگ کی به شبکه‌های اجتماعی میپیوندند. پژوهشگاه فرهنگ دارد، نشریات دولتی دارد، خود وزارت همه روزه چاره‌بینی‌های گوناگون میشود، اما آخران توسط فیسبوک از کیم کجاها ما معلومات میگیریم، بعد سامانه شما خبر میدهند. کار سامانه هم بسیار سست است. بعضی وقت هفته ها میبینیم که یگان کس ابلوید نمیکنه، یعنی که بازبینی نمیکند. یعنی من میخواستم بپرسم که کی وزارت فرهنگ به شبکه اجتماعی حداقل 50% میپیوند. ما این متخصص رو استودیو کردیم. شرطنامه هم بسته شد. مسئله حکومتی بود. برای همین من فکر میکنم از طرف شما ایراد قبول است. ما این چیز خوب میدانیم خودمون. اینم یک پرابلم هست و کمبودی است. 100% میدانیم، لیکن از آن چی میگن؟ از امکانیت ها ما حرکت کرده بودیم که بیشتر همین اخبارات رو دسترس شد. در این رابطه هم سامانه وزارت فرهنگ از نو برقرار کنی در شکل نو شد، یک پرابلم تکنیکی داشت و ما علاقه یک هفته پیش اینا راهاندازی کردیم، برقرار کردیم. سامانه میبرد 20% با تکنولوژی نوترین از روی برنامه دولتی در سایه تابع نشد، علاقه از تندری و گذاشتن کمیسیون همین هفته علیه خریداری میشود، تجهیزات نوترین و فعالیتش جانا کنده میشود.